به نام خدا. سلام. تا حالا شده که بخواین یه ویدیویی رو از اینستاگرام دانلود کنین که مخصوصاً اون در واقع پیج پرایوت باشه؟ خب من میخوام امروز تو این ویدیو نحوه دانلود یه ویدیو از یه حساب پرایوت رو یاد بدم خدمتتون. خب اسم برنامه 4K استوگرام. خب 4K استوگرام اولین گزینه رو انتخاب میکنم و برنامه رو دریافت میکنم. حالا هر جا که مد نظرم باشه میتونم این رو سیوش بکنم. خب من اینو به صورت سیو شده الان دارم و نصبش میکنیم. هول و هوش 19.6 مگابایت هم حجمشه. رانو میزنم. نکست تیک میزنم. نکست. اینجایی که میخواین نصب کنیم که بذاریم به نظر من پیش‌فرضش بمونه. نکست. خب الان برنامه نصب شد و در واقع باید پیام موفقیت آمیز بودن نصب رو ببینیم. Completed the 4K setup wizard. خب میزنم لانچ بکنه برنامه رو. خب بعد از اینکه برنامه بالا اومد کافیه که در واقع تو این قسمت اسم یوزرنیمی رو که مد نظرتون هست رو وارد بکنید. من انتر رو میزنم. خب میگه که can't download because the account is private. خب همونجور که میبینیم چون این اکانت در واقع به صورت پرایوت هستش من نمیتونم واردش بشم و عکساش رو ببینم که بخوام بعدش سیو بکنم. بنابراین از قسمت تولز میام پرفرنسز رو انتخاب میکنم و بعد چیکار میکنم؟ یوزرنیم و پسوردم رو در واقع وارد میکنم. لاگین رو میزنم. بعد از اینکه لاگین رو زدن یه تیک میخوره و این نشون میده که به صورت موفقیت آمیز در حقیقت لاگین کرده و الان دوباره اون اکانت خودم رو وارد میکنم. بعد از اینکه عکس ها و ویدیوها لود شد اگر روی این در واقع عکس فولدر کلیک بکنیم خواهیم دید که همه عکس ها و در واقع فیلم های مربوط به این اکانت رو دانلود کرده و در فولدر به نام همون یوزرنیم سیو کرده و بدین طریق شما میتونید هم به ویدیوتون دسترسی داشته باشین و هم به همه عکس ها. به نوعی میتونید از حساب در حقیقت اینستاگرام خودتون بکاپ هم بگیرید.